یک داستان فلسفی کوتاه با کاربرد مشخص سیاسی راهبردی روز. روزی مردی در بیابان راهزن خطرناکی را دید، اما راهزن خطرناک مرد را ندید و خدا رو شکر به خیر گذشت. آیه دکتر، این اتفاق که همیشه نمیفته، همیشه در بر یه پاشنه نمیچرخه. از قدیم گفتن یه بار جسیمه لخک، دو بار جسیمه لخک، بار سوم عزمه. اسم عزمه رو تب کنی مجبوری بیاری تو. حالی نیست که بدبخت تو چه وضعیت خطرناکیه. حالیم که هست، حالیم که هست آی دکتر. آرزو میکنم یک روز زیبای پاییزی از خواب بیدار شم، یکی بیاد بهم بگه همه این بدبختی های برجام و برشام و جنگ و دعواهای انتخابات و فوش و فضیحت های تو نماز جمعه همش شوخی بود. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن مثلا بهادر عرض میکردم، بله میفهمودن که یکی محکم خوابون تو گوش مشنگه. مشنگه گفت سب کن میرم، اینو جدی زدی یا شوخی بود؟ طرف گفت خیلی هم جدی بود. مشنگه گفت پس شانس آوردی، چون من با کسی شوخی ندارم. روشن شد یا چی بزنم که شوخی جدی رو قاطی کنی برای خودت. من قاطی نمی کنم، ولی یک کلمه هم برای این قاطی های تو نظام پاسدار بسیجی های گیج و ویج دهشای اوضاع احوال حالی کنین. این بسیجی بدبخت چه کار کنن که رئیسشون یه مشنگه مثل این نقدی؟ بدبخت های بیچاره رو نگو، در مورد نقدی هم دیگه اینطوری قضاوت نکن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن مثلا بهادر عرض میکردم، بله میفرمودن ظاهربین نباش. بعضی ممکنه در ظاهر بیشعور به نظر بیان، اما وقتی باشون بگردی و بیشتر و نزدیکتر بشناسیشون تازه میفهمی که باطناً هم خیلی بیشعورن. جا داشت اینجا محکم بذارم چک کنم ببینم روشن شد یا نه، ولی به خاطر وضعیت عمومی نظام و وضعیت این پک و پوز و کت و کولت زیاد روی این قضیه وای نمیستم. دکتر شانس آوردم شنا بلدم، وگرنه غرق محبتت میشدم، یعنی خفه میشدم. شرمنده اخلاقتم، زنگ در خونتم، هر کی بخواد تو رو ببینه باید اول منو بزنه. نمیخوام از خودم تعریف کرده باشم، ولی واقعیت اینه که بچه که بودم تمام اعضای فامیل از هم سبقت میگرفتن و میگفتن که تو به ما رفتی. اما الان که بزرگ شدم هیچ کدوم مسئولیت حرفی که زدن رو به عهده نمیگیرن. هی از هم دیگه میپرسن این موقع به کی رفته؟ نمیخواد دیگه این توضیحات بدی، برو سر سوالات بینم. آی دکتر با عرض معذرت خجالت میکشم روم به دیوار، اما الان وقت برنامه تمام میشه. شما فقط گفتید که اوضاع احوال استراتژیکی خرابه. همینجا یه سوال استراتژیک ازت بکنم، چرا میگی با عرض معذرت؟ چرا نمیگی با طول معذرت؟ نمیدونم آی دکتر. اگه همینو بخوام خدمتت عرض کنم یه ساعت طول میکشه. حالا محکم بشی تو با عراقه استراتژیکی یه گشتی بزنی. این هفته پوتین اومده بود پیش عظما. پول به پول میشینه مگس به یقه چه؟ یکی از این همراه های پوتین رفت کنار آقا مجتبی، کشیدش کنار رو بهش کن نگاه کن من مشتاقم ببینم شما چطوری اختلاس میکنین. آقا مجتبی در جواب این که پرسیده بود سبکتون چیه گفته بود اون پروژه رفاهی و عمرانی رو اونجا میبینی؟ طرف یه خود نگاه کرد گفت نه من چیزی نمیبینم. آقا مجتبی گفت آها قربون دهنت، همین تا همینجاش 40 میلیارد خرج برداشته. روشن شد یا چی بذارم که بری اختلاس یاد همراه پوتین بدی؟ اختلاس رو نمیخواد آی دکتر یاد همراه پوتین بدم. دیپلماسی یاد ممجواد ظریف بدم که دیپلماسی ذلتش دقمرگمون کرده. آیه دکتر یه نامه داشتیم از ممجواد ظریف، گفته خیلی حالم گرفته، حاصل این همه ادا و اطوار و کرشمه و شوخی و خنده با 5 به اضافه 1 این شد قطعنامه تو سازمان ملل. این دیگه فقط پوز مقام عظما نیست که ضربه خورده، هممون ضایع شدیم. یه حرف درست بالاخره از زبون این یارو در اومد. یه بارم که درست حرف زد راجع به پوز عظما بود. مشای آخه نمیفهمه که با خنده و هرهر و کرکر که دو سیل گشتیزم به آدم نمیدن، چه برسه به این چیزایی که مقام عظما میخواد. شوخی رو اگه مشنگ بکنه
ممکنه بزنه فک گندتر خودشو پیاده بکنه. قربون زبان دکتر، خودم خوندم که بر اثر شوخی یک بسیجی 45 نفر کشته شد. نه بابا. این حادثه موقعی رخ داد که بسیجی چشمای راننده اتوبوس راهیان نور رو گرفته بود و بهش گفت بگو رهبر کیه تا ولت کنم. ولی کسی این جفت لقدا رو به سینه ظریف که ساله به گنده تر از اونش که شیخ فری باشه و از اونم بگی برو بالا بابای میمه علکی نمیزنه، به خاطر این حرفا نیست، دعوای جای دیگه است. هر چند که به انتخابات نزدیک‌تر بشیم باید بیشتر فرصت بدی به من که همینا رو توضیح بدم، شیرفهم کنم. اینقدر خودت حرف نزن تو برنامه که منو دعوت کردی. دکتر پس گوش کن، اینی که میگم ادعا نیست، نوارش هم موجوده. شما همیشه تو برنامه 2 برابر من حرف میزنی. معلومه، به خاطر که همه چی رو باید 2 بار بگم، یه بار تکرار کنم که شیرفهم بشی. چی گفتی؟ بفرما در حین ارتکاب جرم مچتو گرفتم. دکتر شما هم پیله میکنه به این حرفایی. شما به مقام عظما میگی که ایشون من اگه 2 برابر خیلی برفهم. مقام عظما